و مهر به قلب پرمهر تک تک شما عزیزان همراهان و دنبال کننده های نازنینم. امید که حال دلتون عالی باشه، یک شنبه شما به خیر و نیکی باشه. اومدم با یک پیام هیجان انگیز از لنور و قراره که بریم و ببینیم سکوت شما و این چرا ریخت سکوت شما و این در واقع محجوب به حیا شدن شما چه تأثیری روی این آدم داره. اینکه ازش فاصله بگیری، اینکه یه مقدار سکوت اختیار کنی، یا اصلا رابطه کات شده و شما محکوم به یک سکوت اجباری شدید. میخوام ببینم این چه حس و حالی پیدا میکنه. نبود شما، کمرنگ شدن شما باعث میشه که دنبال شما بیاد و تأثیری روش داشته باشه. بریم و ببینیم که اوضاع از چه قراره. اسمش رو 3 مرتبه تکرار کنید. عصر امروز که یه شمع روی آب داریم ویژه، از اون ویدیوهای مفصل ببینید، حالش رو ببرید. امروز هم اگه میخواید انرژی خوانی شخصی داشته باشید من در خدمتتون هستم. خب سکوت شما. خب برای خیلی ها که اصلا داره نشون میده سکوت اجباریه دیگه مرجان. سکوتیه که منجر به کات شده، با دلخوریه، با ناراحتیه و به امید این که بیاد و بگه غلط کردم، بیاد و بگه اشتباه کردم، بیاد و طلب بخشش کنه. اما یه نکته که هست اینه که میگه انتظار نداشته باشید با یک سکوت یا قهر بچگونه، مثلا بچه ها رو دیدید برای یه چند ساعت میتونن قهر کنن، برای یه چند ساعت میتونه ناراحت بمونه، دوباره خیلی زود برمیگرده به همون حس و حال خودش، فراموش میکنه. اینجوری نباید باشه. اینجوری بخواد باشه دوباره دارم میبینم به کات میرسه، دوباره دارم میبینم باعث اون دلخوری میشه. اما میگه اگر یه ذره این رو ممتدش کنید، یه ذره ریشه دار بشه، یه ذره همه نوع ارتباطتون محدود بشه، مثلا من سکوت نکنم تو رابطه، پیام ندم، جواب پیامش رو ندم، ولی مثلا برم هی براش استوری بذارم، هی براش استاتوس بذارم، پیغام پسخان براش بفرستم، به در بگم دیوار بشنوه. خب اون میفهمه دیگه، آدم اون انرژی، اون وایب رو ازتون میگیره. خب اینو میخوام بهتون بگم. ولی اگر کامل این رو قطعش کنید، آره من دارم میبینم یه جایی به شخص یه تلنگری خورده میشه، یه جایی به شخص یه آلارمی میدید با این رفتارتون، ولی میگه روی وعده زمانی 7، مثل اینکه 7 روز بگذره، 7 ساعت بگذره، ساعت که حالا بیشتر، همون 7 روز بگذره مثلا، یا تا 17 هم مثلا صبر کنید. یه ذره میگه طولانی بشه، یه ذره مدت دار بشه و آدم حس کنه که اگه بخواد این رفتار رو، این سیکل رو تکرار بکنه شما رو میبازه، رابطه رو میبازه، از دست میده. اون ترسه به سراغش یه ذره بیاد. بچه ها اینقدر ناامید نباشه، چون من واقعا دارم میبینم این ترس به سراغش میاد. ولی میگم به شرط اینکه تمام انرژی ها رو از روش بکنید و وردارید و بندازید بیرون. در این صورت میتونید در واقع یه مقدار باعث تغییر توی این آدم بخواید که بشید عزیزای دلم. و چیزی که هست، ببینید بچه ها، من دوست داشتنتون رو روی رابطه و توی ارتباط دارم دو طرفه میبینم. خب و هر دوتون یه سری دسته از رفتارهای حالا که منجر به کات توی رابطه بشه رو دارید و هر دوتون رو دارم میبینم که مقصر هستید و به خاطر همین میگم به جای اینکه شما بخواید دوباره با یه انرژی
مثل قبلی ارتباط رو درست کنید، میگه این بار یه مقدار سرسخت‌تر روی اون مسیر قرار بگیرید و وایسید و یه خود واقعی تری رو از خودتون نشون بدید. خب چون ایشون انقدر که لطفش به مرحمت شما زیاده، خب و میدونه هر بار از سمتتون بخشیده قرار بشه، انگار دوباره همون رفتارهای تکراری رو هر بار داره خیلی به سرعت انجام میده. پس این بار برای اینکه یه ذره تاثیرگذار باشه، یه ذره اون تایمر رو به نسبت قبل بیشتر کنید و ایمان داشته باشید که سکوت شما، فاصله شما در رابطه شما رو به اون چیزی که میخواید میرسونه و 100% داره نشون میده که به سمت شما برمیگرده. پیروزی تو رابطه با این کار برای شما اتفاق میفته و شما به اون هدفتون، به اون مقصودتون، به اون چیزی که میخواید میرسید. و بچه ها من دارم میبینم که این آدم دوستتون داره، اما یه چیزی که دارم میبینم نظم و انضباط نداره. مثلا توی پیام دادن، مثلا تو رفت و آمد، مثلا توی رابطه خیلی پایبند و متعهد و وفادار بودن. متوجه منظورم شدید؟ اون نظم توی رابطه، اون انضباط توی رابطه، بخوام بگم رابطه بر پایه و اساس این برنامه ریزی شد، نه اینجوری نیست. آدمیه که هر وقت میلش بکشه فوری میاد، میلش نکشه فوری فرار میکنه از دست شما و میره و اینا یه چیزاییه که مقدار باعث به هم ریختگی میشه. ولی یه چیزی این روزها اینو داره، چون من نیتم روی سکوت شما بود، فکر میکنم سکوت شماست. این روزها این آدم رو داره بیقرارش میکنه. من اون بیقراری، اون تشویش، اون اضطراب، اون به هم ریختگی شدید، حتی یهو از کوره در بره بخواد بیاد به سمت شما، یه جوری که تو فکر میکنی این چرا انگار حمله ور شد به سمت من. خب دارم میبینم روش این تاثیر رو داره میذاره و قطعا از همون راهی که رفته داره برمیگرده به سمت شما. اگه تو پیام بوده با پیام داره میاد، اگه با زنگ بوده با زنگ داره برمیگرده. همون مسیر رو دوباره دارم میبینم تکرار میشه به سمت شما. و خب 100% هم داره بهتون میگه که این پیروزی از سمتش برای شما بسیار بسیار نزدیک هم براتون داره اتفاق میفته و براتون میتونم بگم تا قبل از ساعت قبل از اینکه بخواد شب بشه، یعنی همچنان که روز هست و هوا هم روشنه، توی همون بازه زمانی روز و 100% بهتون میتونم بگم تا 4 زمانی و روز چهارشنبه است که 100% از سمت ایشون اون پیغامه، اون خبره هست اینجا. و بازم داره میگه روی خواسته خودتون از این آدم، از این رابطه، یه ذره میگه سعی کنید که پافشاری کنید و قدرت نشون بدید، عزت نفس نشون بدید، اعتماد به نفس نشون بدید. زود کوتاه نیایید، زود خسته نشید، زود جا نزنید. اینه که شما رو داره به اون هدفه میرسونه و قطعا خبرش میشه برای شما. دوستتون دارم. مرسی از شما و بدرود.